اخراج مهاجرین پاکستان و گرفتن اموالشان توسط دولت پاکستان. سلام به شما خوبان، امید که خوب باشین. دوستای عزیز تا آخر ویدیو با ما همراه باشین و همچنان ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب رو هم فراموش نکنید. برای دوستا در دوره اول که پاکستان خیلی از مهاجرینی که غیر قانونی بودن، تقریبا 500,000 مهاجر را اخراج کرد از پاکستان. اما در دوره دوم، یعنی دوره اولش تمام شده و فعلا خواستن که دوره دوم اجرا کنن و این عملی کنن دوره دومه که در دوره دومش قرار است تقریبا 2 میلیون مهاجر که در پاکستان غیر قانونی زندگی میکنن اخراج کنن. و با دولت پاکستان گفته است که اگر مهاجرینی که غیر قانونی هستند خودشان به خواسته خودشان بخواین که از پاکستان برن، میتونن هر چی مال و اموالی که داره یا پولی داره، هر چیزی که داره میتونه با خودشان ببره. اما در غیر این صورت اگر بخواید دولت پاکستان این مهاجرین غیر قانونی را به طور اجباری، یعنی به زور خودشان بگیره و اخراج کنه، اون وقت فقط این مهاجرین میتونه که 50,000 روپیه را با خودشان از پاکستان ببره و بقیه مال و اموال و پول و سرمایهشان را دولت به زور میگیرن. نمیمانه که او مهاجر با خودش او پول یا دارایی خود یا اموال خود با خودشان ببره. پس بهتر است که همه مهاجرینی که غیر قانونی در پاکستان زندگی میکنه اونها پیش خودشان به خواسته خودشان برن تا ای که دولت اونا را به زور بگیره و مال و سرمایه اونا را هم بگیرن. خودشان فقط 50 روپیه پاکستان هم میمانن اجازه میتن که ببره، یعنی پول خیلی ناچیزی هست. پس بهتره که همه به خواست خود برگردن، همه مهاجرین که غیر قانونی زندگی میکنن. خب دوستای عزیز، امیدوار هستم که این خبر ما برای شما مفید بوده باشه، یعنی مهاجرین که در پاکستان زندگی میکنن این ویدیو رو ببینن و براشون مفید بوده باشه. و تا ویدیوی بعدی شما را به خدای پاک میسپارم. ویدیو را لایک کنید و سابسکرایب را فراموش نکنید. خدا حافظ شما دوستای عزیز.